آخرین روزهای شوروی و آخرین مأموریت شوروی. یک فضانورد میره فضا و توی فضا جا میمونه و به طرز عجیبی به آخرین شهروند شوروی تبدیل میشه. چطور این اتفاق افتاد؟ و چرا این داستان اینقدر عجیب و جالبه؟ این ویدیو رو لایک کن و تا آخر ویدیو با ما همراه باش. در 18 می سال 1991 3 فضانورد شوروی دارن آماده میشن که برن به ایستگاه فضایی میر. باید بدونین قبل از ایستگاه فضایی بین المللی چند تا ایستگاه مختلف در فضا داشتن که ایستگاه فضایی میر متعلق به شوروی بود و اسکایلب هم مال ناسا بود. البته ایستگاه فضایی میر جوری بود که آمریکا و اروپا هم ازش استفاده میکردن. ایستگاه‌های فضایی تنها جاهایی بودند که این دوتا ابرقدرت با هم جنگ سرد نداشتن. الان هم تو ایستگاه فضایی بین المللی هم فضانورد آمریکایی هست هم فضانورد روسی. هر دوتاشون هم به اونجا راکت میفرستن. تو فضا مجبورن با هم کنار بیان و نمیتونن با هم دیگه قهر کنن. برگردیم به گذشته، یعنی سال 1991. در این سال 3 تا فضانورد که 2 تاشون شوروی و یکیشون انگلیسی بود وارد ایستگاه بایکونور قزاقستان شدن. حالا کیا بودن؟ آناتولی آرتسبارسکی از شوروی، سرگئی کریکالو از شوروی و هلن شارمن از انگلیس. قرار بود این 3 فضانورد برن تو ایستگاه فضایی میر 144 روز بمونن و برگردن به زمین. اگر به تاریخ پرتاب توجه کنین، یعنی می سال 1991، میدونین که سالیه که شوروی در حال فروپاشیه. ولی با این وجود این برنامه فضایی انجام میشه. خوبه که بدونین اولین فضانوردی که در سال 1961 به فضا رفت یوری گاگارین بود. یک داستانی در موردش هست که جالبه براتون تعریف کنم. یوری رو با اتوبوس آوردن منطقه پرتاب راکت که بره سوار شه و بفرستنش فضا. اما یوری تا اومد از اتوبوس پیاده بشه دید ادرار داره و دیگه فرصت نیست که بتونه بره دستشویی. اگر هم وارد راکت بشه که دیگه باید توی پوشک ادرار کنه. برای همین روی لاستیک عقب اتوبوس ادرار میکنه و این کار یوری تو شوروی خیلی معروف میشه. از اون به بعد هر فضانوردی که میخواسته بره فضا روی لاستیک اتوبوسی که میآوردش ادرار میکرد و میگفتن شانس میاره. و جالبه که بدونین این 2 تا فضانورد شوروی هم که با اون انگلیسی هم دارن میرن فضا روی لاستیک اتوبوسی که آوردشون ادرار کردن. خلاصه این راکت با این 3 نفر پرتاب میشه، بعد از ساعتها خودشو میچسبونه به ایستگاه فضایی میر و این 3 تا پیاده میشن میرن توی ایستگاه. ایستگاه میر خیلی کوچیک‌تر از ایستگاه فضایی بین المللی بود و فضانوردان زج میکشیدن اونجا چون هم توش صدا می اومد هم خیلی بدبو بوده. اینجوری که فضانوردا تعریف میکنن دلیل بدبویش هم این بود که سیستم فیلترینگش نسل اول و قدیمی بود. با این وجود فضانوردانی که وارد این دستگاه می شدن همه خوشحال بودن چون در اصل اونا پژوهشگر بودن و خوشحال بودن رسیدن جایی که میتونن پژوهش کنن و افتخار کسب کنن. سرگئی میگفت وقتی بیکار میشدیم فضانوردهای دیگه کتاب میخوندن، اما من دوست داشتم فقط برم پشت شیشه و از اون بالا کره زمین رو نگاه کنم، نقشه ها رو نگاه کنم، جاهایی رو که میشناسم نگاه کنم و ساعتها این کارو میکردم چون خیلی لذت میبردم. خلاصه این 3 نفر 5 ماه اونجا سپری میکنن و قراره که دیگه برگردن زمین. هلن با کپسول برمیگرده کره زمین، اما اون 2 تا باید میموندن تا یک کپسول دیگه آماده بشه. اما تو این 5 ماه رو زمین چه اتفاقاتی افتاده؟ اینا که تو فضا بودن دقیقاً نمیدونن چه خبره، اما شوروی به آخرین نفس هاش رسیده و دیگه میخواد فروپاشی کنه. برای این 2 تا فضانورد یک حالت بلا تکلیفی وجود داره، چون به قدری تو شوروی ولبشو شده که کسی به فکر اینا نیست که اینا رو برگردونه. یه جورایی اون بالا گیر کردن. باید بدونید که هر فضانوردی که میخواد بیاد رو زمین باید با هماهنگی ایستگاه روی زمین باشه وگرنه نمیتونه بیاد. برای این 2 تا هم یه همچین حالتی پیش اومده بود.
یه مشکل دیگه این بود که قزاقستانی که اینا از تو ایستگاهش پرتاب شده بودن دنبال استقلال بودن و اصلاً به ایستگاه فکر نمی کردن و اگر ازشون میپرسیدین میگفتن ول کن بابا، ایستگاه کیلو چنده. میرسیم به اوت 1991، موقعی که جمهوری‌های شوروی یکی یکی دارن اعلام استقلال میکنن. قزاقستان هم یکی از اونا. قزاقستان برای شوروی بزرگترین مشکل از لحاظ فضایی بود، چون ایستگاه زمینی و محل پرتابشون همه تو قزاقستان بود. 2 ماه بعد، یعنی در اکتبر سال 1991، قزاق‌ها تحت فشار مسکو یک کپسول رو پرتاب کردن به طرف میر که اونم مشکل رو کامل حل نمی‌کرد، چون فقط ظرفیت 1 نفر رو داشت و می‌خواست آناتولی رو سوار کنه و برگردونه به زمین. اون کپسول کارش رو انجام داد و از این به بعد سرگئی بدبخت تک و تنها موندون بالا. اوضاع شوروی داره بدتر میشه. اینم فقط میره پشت پنجره زمین رو نگاه میکنه. 2 ماه بعد که هر روزش برای کریکالف مثل 1 ماه میگذره و هیچ خبری نمیشه تا اینکه میرسیم به روز کریسمس، یعنی 25 دسامبر سال 1991، موقعی که میخائیل گورباچوف استعفا میده و شوروی به صورت رسمی فرو میپاشه. سرگئی همون بالا داره داغون میشه، بس که فکر میکنه. یه جورایی ترسناک بوده. فکر کنین تو یک اتاقک بوگندوی پر سر و صدا، تو یه جای ترسناک تک و تنهایی و از اون بالا هم چه شب چه روز زمین رو داری میبینی و دستت به هیچ کجا بند نیست. اون مثل یک بچه آرزو میکرده که دوباره پاش بذاره رو زمین. 3 ماه تموم میگذره تا اینکه میرسیم به 25 مارس 1992، موقعی که بالاخره دولت جدید روسیه با دولت مستقل شده قزاقستان تماس میگیره و میگه اجازه بدید یک کپسول بفرستیم چون 1 نفر رو اون بالا کاشتیم. قزاقستان موافقت میکنه که یک کپسول رو بفرسته میر تا کریکاله رو بیاره پایین. سرگئی جمعاً 10 ماه اونجا بود، یعنی بیشتر از 300 روز. بالاخره سوار کپسول میشه و میاد زمین. اون یک رکورد زوری میزنه، چون رکورد طولانی ترین مدتی که یک فضانورد به صورت مداوم تو ایستگاه مونده رو میزنه. 305 روز رکوردشه، اونم به صورت مداوم. سرگئی 4 سال این رکورد رو نگه میداره تا اینکه یک فضانورد روس دیگه به نام اولگ کونوننکو 437 روز پشت سر هم میمونه تو این ایستگاه و دیگه کسی هم پیدا نشده که این رکورد رو بزنه. این یک رکورد خیلی پر ریسکه، چون موندن طولانی مدت یک انسان در فضا بدن رو یک جورایی کلنگی میکنه، داغون میکنه. یعنی همه چیز یک پله ضعیفتر میشه. جاذبه اونجا وجود نداره و همین باعث میشه که استخونا پوک بشه، چون جاذبه نیست بدن هیچ فشاری روش نیست. البته فضانوردانی که تو این ایستگاه میرن بایستی روزی حداقل 2 ساعت ورزش کنن، اونم ورزش هایی که روی استخونا فشار بیاره. فکرشو بکنین، ما رو زمین قرار داریم، مرتب داریم از استخونامون کار میکشیم. مثلا میشینیم، پا میشیم، میخوابیم. در تمام این کارا استخونها داره فعالیت میکنه، اما اونجا هیچی به هیچی، هیچ گونه فعالیتی نیست. مثل موجودات دریایی، موجوداتی که تو آب زندگی میکنن، مثل ما رو خشکی قدرت جاذبه رو حس نمیکنن. برای همین استخوان‌بندی ضخیم نمیخوان. همه ماهی‌ها استخوان‌بندی نازک مثل تیغ دارن. حتی وال آبی که میتونه 100 تا 200 تن وزن داشته باشه. خلاصه وقتی سرگئی برگشت رو زمین، اصلا قیافش یه جور دیگه شده بود مثل گچ سفید. البته میگن این بیشتر واسه فضا نبوده، بلکه به خاطر استرسی بوده که روزها و ماهها پشت سر هم تحمل میکرده. وقتی رسید روی زمین خیلی زود رو به راه میشه. همه فکر میکردن اون بعد از این تجربه حتما بازنشسته میشه، اما اشتباه میکردن. سرگئی چند سال بعد دوباره به فضا برگشت و 803 روز تو فضا موند. البته نه به صورت پی در پی، میرفت و میومد. حالا شما بگید اگر به جای سرگئی بودید خودتون رو بازنشسته میکردین یا باز میرفتین فضا و بر میگشتین؟ در بخش کامنت حتما با ما در ارتباط باشین. مشتاقیم که ازتون بشنویم.